شب شنبه روز 3 اکتبر ساعت 22 در روی پل اسماعیل سامانی معروف به ماست کهنه شهر خوجند 5 ماشین به هم برخورد که این صدمه باعث هلاکت دست کم 1 نفر و آسیب برداشتن چند تن دیگر شد. اکبر شریفوف سخنگوی ریاستی وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت روز 5 اکتبر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت در این صدمه بهرام عظمتوف ساکن 33 ساله شهر خوجند و کارمند شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت با اتومبیل تمغه جیپ مرسدس بنز GL رقم دولتیش 0174 به سمت مقابل برآمده به اتومبیل اکبر غفارزاده ساکن 32 ساله شهر خوجند کارمند شعبچه کافتکار جنایی شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند با تمغه مرسدس بنز رقم ترانزیتیش 4055 برخورده است که در نتیجه دومی با جراحت‌های وزنین در جای حادثه به هلاکت رسید. 4 نفر دیگر از این حادثه برای معاینه طبی به بیمارخانه انتقال داده شدند و چگونگی وضع سلامتی آنها دیرتر معین خواهد شد. مسئولین این نهاد به طور دقیق نگفتند که بهرام عظمتوف در نهاد تابع آنها چی وظیفه دارد، ولی به نوشته برخی از رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی بهرام عظمتوف در شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت مسئولیت دادن رقم‌های دولتی را بر دوش دارد و از کارمندان پرنفوذ این نهاد به شمار می‌رود. همچنین در این تصادم باز 2 مرسدس بنز و 1 نقلیات تمغه نکسیا نیز آسیب جدی تکنیکی دیدند. به گفته اکبر شریفوف نقلیات تمغه نکسیا بر راننده رحیموف عبدالقیوم سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند با رقم دولتی 0703 و 1 مرسدس بنز با رقم دولتی 1111 به ساکن 23 ساله شهر خوجند تعلق داشت، ولی حالا اسم 2 نفر راننده گفته نشده است و به گفته مسئولین در صورت معلوم گردیدن سبب و عامل‌های صدمه تفصیلات نشر خواهد شد. به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت طی ماه سپتامبر در راههای ولایت 31 صدمه نقلیاتی رخ داده باعث مرگ 19 نفر و جراحت برداشتن 24 تن دیگر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.